سلام، خوش اومدید به دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی به صورت خودآموز. در این دوره از 0 تا 100 زبان انگلیسی رو میخوام برات توضیح بدم که حتی اگه سالها هم از آموزش زبان به دور بودی، باز هم بتونی زبان خودت رو تقویت کنی و مکالمت رو برسونی به حدی که قابل قبول باشه. قاعدتاً اگه بخوایم از 0 شروع کنیم، باید از الفبا شروع کنیم و تک تک حروف رو کار میکنیم. برای هر حرف یک کلمه نمونه میاریم و من سعی کردم کلمه‌هایی که اینجا معرفی میکنیم رو با شکل‌هاشون بهتون معرفی کنم و تا جایی که میشه از آوردن معنی خودداری کنم، چون من میخوام که شما توی ذهنتون اولین چیزی که میاد وقتی به این کلمه فکر میکنید تصویر اون کلمه باشه و معنی فارسیش نیاد تو ذهنتون، چون اینجوری وقتی میخواید صحبت کنید دیگه هی نمیخواد از یه زبان به زبان دیگه ترجمه کنید. ولی خب بعضی از مفاهیم هم هست که ما واقعا نمیتونیم با عکس نشون بدیم و اونجا دیگه ما معنی فارسیش رو بردیم که سریع‌ترین راهش هست برای فهمیدن اون کلمه. به شکل نوشتن حروف بزرگ و کوچیک هم دقت کنید. من این فونت رو انتخاب کردم چون که به خط نوشتاری خیلی نزدیک تر هست. شروع میکنیم با حرف A. میبینیم که به 3 شکل مختلف استفاده میشه حرف A. یکی با صدای A مثل apple، یکی با صدای A مثل ape و یکی هم با صدای آ مثل car. B که راحته، فقط یه صدا داره مثل bat. C یه نکته خیلی جالبی داره. شما دیدید که C رو ما هم با صدای س استفاده میکنیم هم با صدای که. خب کیه که ما باید س استفاده کنیم، کی باید که استفاده کنیم؟ اگر بعد از C یکی از این حروف بیاد E، I یا Y، در این حالت ها C ما صدای س میده. اگه هر چیز دیگه ای بیاد صدای که میده. این مثال ها رو دقت کنید. کلمه اول access. من هر 3 کلمه رو کلمه‌ای آوردم که 2 تا شکل C توی کلمه اومده. نگاه کنید access. خب C دوم بعدش E اومده. خب پس ما باید اینو تلفظ کنیم، ولی C اول بعدش ای آی وای نیومده، پس اینو باید ما که تلفظ کنیم. پس تلفظ این کلمه میشه access. کلمه دوم bicycle. C اول بعدش وای اومده، پس تلفظمون هست C دوم بعدش هیچ کدوم از اینا نیومده، میشه که. این حرف L هست، در واقع حرف کوچیک شده L بزرگ هست که اینجوری نوشته میشه. این 3 حرفی که ما اینجا آوردیم همشون حروف بزرگ هستن و حروف کوچیکشون میشه E، I با یه نقطه بالاش و Y. و کلمه آخرمون هم هست circle. C اول بعدش I صدای س میده، C دوم بعدش L هست دوباره صدای که میده. حرف D مثل dog. حرف E 2 حالت داره تلفظش، یکی ا مثل bed، یکی E مثل she. بعد از اون حرف F رو داریم. حرف F دوباره فقط یه حالت داره مثل fish. حرف G یا میتونه به صورت G تلفظ بشه go، یا به صورت J تلفظ بشه مثل این کلمه gem. این دیگه مثل C نیست که یه قانون کلی داشته باشه. ما برای G هم یه جورایی میتونیم از همون قانون C استفاده کنیم، یعنی اکثر جاهایی که E، I، Y میاد صدای J میده، بقیه جاها صدای G میده. ولی این دیگه مثل C نیست که یه قانون همه‌گیر باشه. این خیلی استثناء داره. خیلی جاها هست که E، I، Y میاد ولی باز هم صدای G میده. حرف بعدیمون H هست. خب اکثر اوقات یه حالت داره که من اینجا آوردم hat، ولی بعضی اوقات بی صدا هست، یعنی سایلنت هست، مثل کلمه honest. ما کلمه honest رو که تلفظ میکنیم H اولش رو تلفظ نمی کنیم. حرف I یا ما به صورت ای کوتاه استفادهش میکنیم که یه جورایی شبیه ا هست، خب بین ای و ا، مثل ship. یا
به صورت کشیده مثل شیپ. توجه کنید فرق اینا رو. شپ، شیپ. اگه یکی از توی آمریکا ازتون پرسید Okay, how did you come here? You say I came here by ship. اگه بگیم I came here by sheep یعنی من سوار گوسفند شدم اومدم. کوتاه و بلند بودنشون رو دقت کنید که اینا رو با هم اشتباه نگیرید. ship، sheep. و یه حالت دیگه هم صدای I داره مثل ice. حرف J و K و L همشون هر کدوم یه حالت استفاده میشن مثل jacket، kite، leaf. M همینطور مثل mouse، N nose. حرف O دو حالت استفاده میشه، یا صدای آ داره مثل lock، یا صدای او داره مثل phone. T مثل pen، Q as in queen، as in به معنی مثل هست for example، for instance. R as in red. S سه تا تلفظ داره. یکی که هم حالت صدای S داره مثل کلمه student. حالا یه مشکلی که ما فارسی زبانا داریم وقتی میخوایم زبان انگلیسی یاد بگیریم اینه که میایم اس اول کلمه رو خیلی برامون سخته تلفظش، میایم همیشه اس تلفظ میکنیم. مثلا اینجا میگیم student یا student در حالی که باید اس اول س تلفظ بشه student. چرا ما باید تلفظ درستش رو یاد بگیریم؟ اولا خب برای اینکه حرف زدنمون طبیعی به نظر برسه. ثانیاً یه مشکلی برامون به وجود میاد وقتی که میخوایم استرس کلمات رو تشخیص بدیم. حالا استرس کلمات چیه؟ ما یه ویدیو داریم فقط در مورد استرس کلمات. در ویدیوهای آینده میخوایم دربارش صحبت کنیم. اگه میخواد اون ویدیو رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت این ویدیو اومد ازش باخبر بشید. یه حالت دیگه که اس استفاده میشه به حرف ش هست مثل sugar. و بعضی اوقات هم صدای ز میده مثل was. T یکیش که همون صدای طبیعیش صدای ت مثل table. ولی بعضی اوقات صدای چ میگیره بر اساس حروفی که بعدش میاد مثل کلمه nature، مثل کلمه adventure. اینجا هم صدای چ میگیره. یو چند تا صدا داره. یکی صدای آ مثل کاپ، یه صدای دیگهش او مثل بلو و یه صدای دیگهش هم صدای یو میده. معمولا وقتی اول کلمه استفاده میشه مثل کلمه یوز، مثل کلمه یونیفرم. V مثل van، W مثل water. بچه فرق این دوتا رو دقت کنید. V مثل و فارسیه، همون وی که خودمون داریم، ولی W مثل و عربیه. خب اگه حالا دقت کرده باشید توی عربی میگن و لبا به هم نمیخوره. پس ما وقتی W رو میخوایم تلفظ کنیم مثلا اینا میگیم water، نمیگیم water، میگیم water. X چند تا تلفظ داره. یکی همون که و سه که مثل کلمه باکس، یکی که و ز مثل کلمه exam. و بعضی وقتا هم تو بعضی کلمات وقتی X میاد اول کلمه صداش میشه زی مثل زد، مثل این کلمه زایلوفون. ما یه برند هم داریم که حتما شنیدید، ما تو فارسی میگیم زیراکس رو مثلا اینجوری می نویسن، اینم صدای ز میده. وای رو میبینید که سه تا حالت استفاده داره. یکی به صورت ی مثل yes، یکی به صورت I مثل cry که معمولا آخر کلمه وقتی میاد این صدا رو میده مثل cry، مثل identify. یه حالت دیگه‌ش هم به صورت صدای ای هست مثل candy. و زد هم که همیشه یه صدا داره و اونم همون صدای ز هست مثل کلمه
زیبرا. و توجه کنید که توی آمریکایی به این حرف میگن زی، توی کانادایی، بریتیش و استرالیایی بهش میگن زد. خب حالا میرسیم به حروف ترکیبی، حروفی که به هم میچسبن و یه صدای جدید تولید میکنن. CH که اکثر اوقات صدای چ میده، مثل chair، ولی بعضی اوقات این CH صدای ک میده، معمولا وقتی اول یک کلمه استفاده میشه، مثل character، مثل chemistry. دومیش SH هست که صدای ش میده، مثل shark. PH صدای ف میده، مثل elephant. GH دو حالت داره، GH یا سایلنته، مثل کلمه 8. خب کلمه 8 رو شما نگاه کنید، اگه من GH رو حذف کنم بازم شما حروفش رو که به هم میچسبونید میشه 8، پس اینجا سایلنت، این GH نقشی نداره. و یه حالت دیگهش هم هست که صدای ف میده، مثل کلمه لف. دو تا حرف ترکیبی دیگه هم هست که این به نظرم از همه ترکیبی‌های دیگه مهمتره، چون یه چیزیه که فارسی زبانو خیلی باش مشکل دارن، اونم TH هست. TH دو حالت تلفظ داره که بهش میگن صدادار و بی صدا. خب نحوه تلفظش چیه؟ زبونتون رو روی دو تا دندون وسط بالا بذارید و هوا رو فشار بدید بیرون، اینجوری. این بی صداش بود. چرا بی صداست؟ من وقتی دستمو میذارم روی حنجرم میگم چیزی نمیلرزه، این بی صداست. حالا اگه از حنجرم هم استفاده کنم با همین روش میشه. مثال بی صداش چیه؟ مثل tooth یا this میشه صدادار. این سه تا جمله رو دقت کنید. من اومدم به هر کدومشون یه رنگ دادم. به بی صداش رنگ سبز دادم مثل tooth، به صدادارش رنگ نارنجی دادم که بتونید تشخیص بدید کدوم رو باید چجوری تلفظ کنید. من پیشنهاد میکنم این سه جمله رو حتما بعد از ویدیو چند بار تمرین کنید و چون که این دوتا با هم توی یه جمله اومدن خیلی تقویت میکنه زبون ما رو، برای اینکه راحت‌تر بتونیم اینا رو تشخیص بدیم و در کنار هم بگیم. خب من یه بار اینا رو میخونم، میتونید اینو گوش کنید و از روش تمرین کنید. This is the path they thought was theirs. This is the path they thought was theirs. They thanked their father for the thoughtful gift. They thanked their father for the thoughtful gift. Through thick and thin, they were there for each other. Through thick and thin, they were there for each other. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و چیز جدید یاد گرفتید حتما ویدیو رو لایک کنید که به افراد بیشتری هم پیشنهاد بشه. اگر هم سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید. خدا نگهدار.